یک سایره در 500 1000 دلار خرج میکنه. تو ما فکر میکنم از 200 300 سال هم سابقه زیاد داره کوچه. فهمیدی با خود بستانه میخریم بسیار وطنی را خورد 300 میخریم براش. والا ما خواهی نقدر خورد بچه‌ک بودم که بازار می آمدیم بازار بود. اگر یک 10 سالی در خانه بوده باشم دیگه نمی باقی مانده شه نمی کافروشی همیشه وقت میام. ما مردم که هستیم زیر صوفی میگمش. این که هست اندلیو است. اینی که هست نشارو است. اونو بودن است. اونو کاوک است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بیننده های عزیز وطنداران نهایت گرامی. ان شاءالله که جور صحت و سلامت باشید و لحظات خوش را بین فامیل، بین دوستا و نزدیکا و عزیزاتان سپری کنید. دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم به یک برنامه دیگر خاطرات ما از کوچه کافروشی است که متصل به کوچه کافروشی است و همچنان به نام کوچه غزنویا یاد میشه. دیگه آمدیم تا یک برنامه از جمعه بازار ایجاد داشته باشیم و خاطرات شما را تازه کنیم. وطندارا همه قسم که میفهمین بعض وقت دل آدم به وطن به مردم تنگ میشه و ما هم آمدیم که خاطرات شما را یک گوشه کوچک از خاطراتتان تازه بسازیم. سلام علیکم لالا جان، خوب هستی؟ صحت خوب؟ بخیر؟ خیرتی؟ چه حال چه احوال داری؟ خیرتی خوب هست؟ نه که جور است؟ بخیر سلامت باشید. فرشاد. لالا فرشاد. بله بله. چی میکنی اینجا؟ همیشه چکر آمدیم والا. چکر آمدی؟ بله بله. شوقی خو نیست؟ هستیم شوقی هم تو آمدیم گنجش کارک نگاه اندازیم چه کار کنیم؟ نمیخری؟ نه هم تو آمدیم عکسای کنیم ببینیم. دمی سایلش یک شوقتک. هم یک شوق خدا کنیم اون دیگه است. پیسش نیست. میشه خودم میرم قاسم تو یک شوق مکاسم هم تو یک شوقی است مگم روز میام سعی میکنم گنجش کاره. شوق از دیگه کس که شوق باشه باز دیگه نمیشه. و همون تو گپ الله. آمدیم تو یک شوق کنیم یک گردش کردیم جمعه است. وقت رخصتی است. کدام پرنده خوشت میاد؟ ما والا همی سایره را خیلی خوش دارم. کناری را همی یار خیلی زیاد خوش دارم. چقدر وقت است که شوقی به می مسائل است؟ تقریبا 4-5 سال از ما خود من اجرا هستم. یا بچه‌ها زیاد فهمیدی سایره دارن. با ما خودم میدن نگاه کردیم جنگ هم میپردن از ما در منطقه ما سایره را. جنگ هم میپردن؟ بله جنگ هم میپردن. همین جنگش خوبش نیست دیگه. دی تو جنگ نمیپردن مثلا قفس‌ها رو جوره میکنن. بعد از اون مثلا هر گنجشکی که نخوان امو چی است؟ گنجشکی که امو نخوان مثلا اون باخت است. دیگه تو جنگ نمیپردنشون. در خانه‌شش جنگ میپردن. آفرین تو قفس در قفس میبوننش. اون گنجشکی که مثلا نخوان. اون که نخوان اون مثلا باخت است. اون سرش میخوان امو زور است. این مسئله شما نفهمیدم. این رقم گپا دیگه مردم جا. مسائل است که مثلا دو پرنده را جنگ میپرتن مثلا که بازی یا این مسائل خوب نیست. بسیار گناه داره اصلا هیچ فایده نداره. همین این که از مثلا در بغل قفس میبونن جنگ میبرن. اون پرنده که مثلا نخوان سرش مثلا اون پرنده که زور است میگی خوبش است. اون قیمت پیدا میکنه. اگر 1000 قیمت داشت بالا میره 10000 15000 هم تو بالا میره. 1000 یک سایره؟ یک سایره در 500 1000 دلار خرج میکنه. اون سایره زور میشه در ولایت ها میره دیگه جو میره. رنگ چیزی هست. سایره نیست نه؟ نه سایره نیست. یا کناری است مایناس. بله بله. میگه شیر بگو. شیر یاد نداره والله. نه قازارت میاد. بچه‌ها چی کار بار میکنی؟ من موتر دارم. موتر باربری هستم کوچه بارانه. همین تو اومد دو سایره را میگم کار است. کوچه بارانه باز زندگی در کجا میکنی؟ از زندگی نجراب است. کاپیسا. دیگه ما شوقی اومدیم. همین شوقی اومد باید کار است. امر
خداوند کم نکنه. چه خدمت کنیم؟ میهمان ما باشه شو. تو میهمان ما بیا. با عزت باشی. آمدی کابل. خداوند کم نکنه. با عزت باشی. پیام باشه، خاطره باشه، بگو به وطن از امین. خداوند کم نکنه تان با عزت باشی. شما زگم درد ملت با مردم میرسونید. خیلی خوش هستیم با شما ما. زنده باشی. خداوند کم قربانت. نکنه. با عزت باشی. تشکر. خداحافظ. خب دوستای عزیز، این لالای ما چطور خوب صدا میکشه، صدای خود پرنده را اینجا بشنوین. به نام چی است؟ نامش هم نمیفهم، بسیار خورترک است. خب همه تا پیش میریم دوستای عزیز. روز جمعه که میباشه همه تا وطندارا کلش میاین، همه تا شوقی ها دیگه بیروبار ازدهام کلش شوقی استن. خوب است لالا؟ صد خوب بخیر؟ چیال داریم قرار جنک جور است؟ شکر فضل خوب هستین قراری چی میکردی طرفا؟ اما یک چکر آمده بودیم جو دم راه را گرفتیم. بیروبار است روز جمعه. بله یا اسمتون؟ پرویز کاکا پرویز. جانم چی میکردی طرف؟ اما یک چکر آمده بودیم گفتیم باید ببینیم چی گپ باز کافروشی یک تا گنجش داشتیم فروختن آورده بودم. این نامش چیست؟ سایره سایره است. این وطن دارینی سایره است. بیشتر گفتن که این نمیم سایره است دیگه صاحب میخونه باز. جانان میخونه دیگه نه خانه چی با درد میخوره دیگه. خریدی یا میفروشی؟ نه آوردیم بفروشیمش. میفروشیش؟ جانان چرا میفروشیش؟ باش که بعضی دزبندی ها دیگه بعضی مشکلات هست دیگه میخوام یعنی کار خرید فروش میکنی یا نه اما تو دیگه اومدین که بفروشم نه دیگه بندیش؟ جانان میفروشیم یک دونه کناری خوب بشه که گیرم آمد میگیرم میرم اگه آمد هیچ سایره را میفروشی کناری میخری؟ جانان ما شوق کناری رو داریم شوق سایره را نه این حالا هر کس شوقش فرق میکنه. چطور سایره خریده بود؟ جانان این سایره را کسی برام آورده بود باز ما سایره بازی خوشم نمیاد دیگه باز میگم دونه کناری دارم چه میگیرم تا بالا گفتم با یک کناری خوب بشه گیرم آمد بگیرم بریم. هر کس دیگه شوقش هر کی را شوقش جانان دیگه. باز همین روز جمعه که هست همین وطندارا کلش دیگه نمیجد. نمیجد دیگه 36 ولایت افغانستان دیگه نمیجد فکر که کمی دیگه. از نظر به میسنت که از وقتی که میسنت است چقدر وقت یادت میاد که جمعه بازار بوده باشه دمی؟ دیگه این سنم یک 36 ساله آدم شده دیگه دمی 36 سال دیگه یک 10 سالی را خانه بوده باشم دیگه نمی باقی مونده شه نمی کافروشی همیشه وقت میام. هر جمعه؟ نه اگه وقتا که پدر جان یک سال حتما 4 پیر 5 پیر خمیه اما یک سال کردن دور میدونم که چیز گیر محمد میگیره میره مگه نامایده دیگه مت پس خورا میره چون نفر شوقیستی. این شوقی دیگه یا کنال یا کسایی که مسلکش از کار میکنن جلاب هستن یا خاص شلایده دیگه ما شوقی میم دیگه. زنده و سلامت باشی. همراه خدمت. دیدارت همه چی دار. تشکر. زنده باشی. خب دوستای عزیز همینطور میریم این طرف کوچه کافروشی میشه. اینجا بیشتر هم گفتیم که کوچه غزنویان یاد میشه. سلام علیکم کاکا جان. کاکا جان سلام علیکم. علیکم. خوب هستی؟ صد خوب بخیر خیرتی؟ جانک جور است؟ الله رحمت. اسمتان؟ کریم الله. کریم الله کاکا باش که تو بیروبار هستی چه؟ چی میکردین این طرفا؟ مروش خریدیم ولا چی خریدین؟ امیر داره قزلاق. قزلاق. چند خریدین امیره؟ 200. 200. بیاین خیلی این طرف کمک پیش بیاین که کجا آمدین؟ از پلی چرخی. از پل چرخی به اینجا آمدین؟ به خاطر که بخرید. خاطر شکمی یک دانه می خریدیم ولا پسیم شو. قفص هم خریدی برش؟ چند خریدیم ما مامورا؟ چی؟ چند میگه خریدی؟ 200. 200 خریده. گنجش کم 200 خریدیم ولا. زنده باشین کاکا جان. همراه خدمت باش. خداحافظ. باش که تو وطندارای عزیز گرمی هم شده و از یک طرف ازدحام و بیروبار. کاکا جان سلام علیکم.
خوب هستین؟ صحتتان خوب بخیر؟ چی حال دارین؟ جانکتان جور است؟ بخیر هستین؟ خیر خیرتی؟ شکر است. اسم مبارک؟ اسم مجمل. بابا اجمل. چی میکنین اینجا؟ هیچ آمدم کنشگاه کار سعی میکنیم. سایل تنها میکنین؟ نه سعی میکنیم. نمیخرین؟ نه. شوقی همین مسائل هستین؟ شوقی هستیم خود دارم در خانه دارم. چی دارین در خانه؟ این مینا. مینا؟ بله. مینا خب باز تربیه که داده شو گپ هم میزنه نی؟ میزنه تو گپ نمیزنه دیگه مقصد. مردم میگه گپ میزنه خود گپ صحیح نمیزنه دیگه مقصد میزنه کمتر میزنه. ما دیدیم به خاطر ببخشید. میگه الله 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 پیش برو. خب کی چی است؟ مینا را میگه الله الله میگه. ماشین بالا دیگه البته یادش داده شاید گپ بزنه امکان داره. مینا هر توتی چیزی که تربیه بیتی گپ میزنه. دیگه باز آمدین که تو یک شوقی ببینین دیگه. والا روز جمعه میگه یک طرف طبع آدم خوش میشه خوب جای است نه؟ نفرای شوقی دیگه باز. نفرای شوقی میاد یاد از سابقه میشه می کوچه بسیار سابقه است. سابقه زیاد طولانی داره. از می سنتون چند سال است؟ سن باشه 56 57. 57 ساله. از می چقدر از این 57 ساله که یاد شما میایم نمی کوچه بوده دیگه. بسیار سابقه داره از 50 بسیار تقریبا ما فکر میکنم از 200 300 سال هم سابقه زیاد داره این کوچه. این کوچه کافروشی دیگه بسیار یک سابقه طولانی داره. بسیار یک کوچه بسیار کوچه تاریخی هم است و بسیار سجری چیز هم داره دیگه. می گنجش کوچه چیزا دیگه بسیار از سابقه میگه خرید و فروش میشن. شما چند سال است که شوقی از این مسائل است؟ والا ما شوقی از سابق هستم خود تا شوقی خاص نیستم دیگه نمی رقم خوش میاد که سیلش کنم. یکی خو مردمای شوقی هست که به هر نگاه میکنن نه کفتر و توتی و ما دیگه هم شوقی هستیم که صرف دیدنش کنیم. اما که میایین نمیای طبع آدم خوش طبع میشه. دیگه میکنیم. دیگه گفتی اگه تا مردم ها رو میبینی نمی گنجش کو گنجش داری خوش آدم میاد. خوش آدم میاد. که جایش باشه نه. یعنی صدایش که بشنوی بسیار خوش یک طبع آدم خوش میشه. بخیر باشی. امر خدمت باشه به ما. باشه. خیر خیرت جانک جو مایک آزاد چی حال داری؟ خیر کما کی طرف بیاین که دم رای مردم نگیریم. شکر. کجا بودی کجا میری بخیر؟ این ما آمدم این اینجا کمزوری چکر بزنیم در مرگان لگو کر به بیت روانی کورت لگ چکر میسته خورده بار. بخیر خانه میری؟ نه خانه میریم. چه دور است دیگه؟ شکر. شما خوب هستین؟ خیر. صحتتان خوب بخیر. برو ببینیم که ویدیو شما را خیلی میبینیم. زنده باشین. امیر حفیظی نیست و روی ویدیو خیلی شما بس تاسو د خدای ژوندې لري کورم ودان چې د افغانستان یو هغه کولای شي کورم ډیر ودان ما څه خدمت وروره زنده باشی بخیر باشی بخیر باشی. پیش میریم دوستای عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر جان جور خیر خیر. چی حال دارین کاکا؟ خیر سی بیادر. خداوند برکت بده. بخیر باشی بیادر. خوب خواستین. چند بفروشین؟ کاوک بود 300 روپیه کاوک فروختم. کاوک بوده کو؟ کاوک بود چیشه کاوک بود. اسم مبارک؟ رفیق. رفیق؟ رفیق. رفیق کاکا. ببخشید. خدا بخشد. چطور از باز کار بار میشه ان شاء الله؟ توکل به خدا. تنها روز جمعه میایین یا همیشه میشه؟ نه همیشه میجاسیم. همیشه میجاسیم. باز روز جمعه دیگه کار بار خود. روز جمعه بازار از دیگه میله هر کس هر چیز خرید و فروش میشه. از چند سال است که در اینجا هستین؟ از ما خاصی 35 سال زیاد میشه. چقدر وقت میشه که از یادتان میاد که بازار جمعه بازار بوده؟ والا ما خواهی نقدر خورد بچه بودم که بازار می آمدیم بازار بود. حال خب بسیار تغییرات آمده. چه کافروشی خب یازو یک کوچه قدیمی است. یک کوچه بود که نمیجا یک گل سرشوی سودا می شده یکی امی کاه سودا می شده یگان یک دو سه دکان پرنده فروشی بود. حال خودم این کوچه چرا به نام کافروشی میگن؟ کاه میفروخته می شد. سابق که بود موتر وسایل قدر موتر نبود. زیادتر که بود نمی
گادی بود و اسب بود و نمیا بود. اینجا هم گادی بود. اینجا که گادی می آمدن کلی بر نماز جمعه اینجا در پل خشتی در مسجد پخته فروشی می آمدن. اینجا کای همین مالای خود به اسبای خود اینجا می خریدن. به نام کار فروشی از اون وقت از اون دوران یاد میشه. باز آیسته آیسته باز این مسائل پرنده پسان شد. اول که بود کار فروشی بود. کاو گل سرشوی نان قاق و نمیا بر اسبا سودا میشد. یک دو دکان بود که ما بر پرنده بود. بازانمو دیگه موج گرفت و بالاخره اوج گرفت تا این اندازه رسید. هم پرنده فروشی و یا شد و این مسائل شد. ما شما هم شوقی این مسائل هستیم؟ بله که شوقی نباشی کار کردن نمیتونی. هر کس که شوق از کارا داشته باشه بازی کار کنه. هر کار بار که یک شوق نباشه بازم کار پیش هیچ کار مال ما خودم 100 رقم وظیفه را اعلام کردیم دمی شوق خود آمدیم. باز شوقی کدام پرنده است؟ ما خودم کناری و کاو بسیار خوشم. شاهین باز اینیا خوشم. کناری و کاو. باز چطور که دیگه چیزا رو مفروشی؟ ما خب چیزای انتیک سودا میکنیم. این چیزایی که پیش ما از این بازار پیش هیچ کسی نیست. اینی پرنده است اینا سایکو. این پیش کسی نیست. اینی پرنده است. نام چی سمی؟ ایرا فرزبانا به نام زردالو پزک میگنش. خب زردالو پزک؟ ما مردم که هستیم زیر صوفی میگیمش. این که است اندلیو است. اینی که است اینا شاروس. اونو بودن است. اونو کاوک است. این جل است. اینی اینا شاروس. این گنجشکای انتیک است. خب من انتیک میفروشم. بخی پرنده را نام گرفتی که من ندیدم. لوپان است قشقل است. از ما کس همی کارو بار انتیک سودا میکنم. دیگه جل است. اونو کفتر است. اینی است. اونو یک پرنده دیگه دارم که هیچ کس نام شاید نداره. از من گپای انتیک چیزایی که انتیک باشه اونو مار سودا میکنم. تو دیگه بازار سره را چیزایش داری؟ والا خب میبینم در بازار هر کس هر چیزی که از ما که شوقی که باشن میاین همین چیز شوقی را از پیش ما میبره. و قدر چیز نیست کاشفاشو بگیرن نمان زیاد ندارم. فقط همین کسی که شوقی باشه اونا پیش می همین چیزای انتیک میبرن. باز خودت تا نسل ازش میگیری دیگه؟ نه من میگردم ولایت با ولایت میگردم همون چیزی که انتیک باشه اونموره میگیرم میارم از اونم جا خیلی شکار شده باشه اونموره میگیرم میارم. زنده باشین کاکا رفیق. امر خدمت. برای ما زنده باشین. خداوند در کارتان برکت بده. سلام علیکم. خوب هستی کاکا؟ صحت خوب بخیر؟ خیر خیرتی؟ مایناگه که دست نگاه کنی؟ تعلیمیست؟ تعلیمیست؟ تعلیمیست. میای دست ما میای؟ پرندگه کای هست که یک کمک کتی انسان ها اونس میگیره. بازی ها گپ هم یاد میگیره؟ گپ هم یاد میگیره. چند میتیه میره؟ میره 400. 400؟ نه چقدر وقت همی گپ یاد میگیره؟ دیگه دو ماه چوچه است. دو ماه گپ یاد میگیره؟ که دو ماه نگاه کنی گپ میگیره. توتی خوب گپ یاد میگیره یا ماینا؟ در دوست خوب گپ میگیره. نه زود کدامش یاد میگیره؟ شارو منا که زود گپ میگیره. سرش باز کار کنی دیگه یک ذره تا که یاد میگیره. چی میکردین اینجا دکان دارین یا آمدین؟ اینجا دکان دارین یا امروز شوقی؟ خانه آوردیم. نگاه کرده بودیم. یک دانه نگاه کردی یا زیاد؟ یک دانه نگاه کرده بودم میفروشم. میفروشیش؟ چرا میفروشی؟ چرا میفروشی؟ بس میفروشم در خاطر پیسه. کم پیسه شدی؟ آقا دیگه همین چیزا با همین روزان به درد میخوره. کم پیسه شدی بفروشی. بخیر باشی کاکا جان. امر خدمته. بخیر خیر خیرتی. تو چی میفروشی؟ والا نرگس است نرگس. اوه نرگس است. بله نرگس است. این همه که خورترک میمونه یا همه تو گوسکلان میشه؟ نه جنس ازی فقط همه که خورد نرگس های فنج از رنگا. تا همه قدر هستی فقط. این دیزاینی است همه کمی باشه. رنگش طبیعی است از خودش است. والا طبیعی خو میگن طبیعی میاد دیگه ما معلوم نیست از پاکستان ما میاریم گفت طبیعی است دیگه رنگ نمیشه دیگه قسم خو
یا رنگ یعنی نمیکنه خودش است؟ ولی خودشه، رنگ خودشه. چی میکنه؟ چی میخونه؟ هم میخونه، هم رنگ مقبول داره، یگان تا با دیزاین میگیره، یگان نفرها باز بر خواندن میگیره، خوب میخونه. از این که سایزش کلان میشه؟ این خواه سایزش همه قسم است، باز نرگس چند مختلف است، 6 رقم است، باز دیگه ایش هم است که کلان میشه، این همه قدر است نسلش. بخیر باش. زنده باش. امر خدمته. بخیر باش. پیام خاص نداریم. بخیر. توتیسی؟ توتیش؟ سلام علیکم. خوب بخیر. این توتی یک رقم بخی؟ یک رقم مقبوله؟ 20. بازی ها گپ یاد میگیره؟ یا از کلی که گپ خوب یاد میگیره. از کلش کرده؟ ما خودم چگیری کردیم دیگه. بیار کمره تا بیار. نشان بدیم باز بیار دیگه. این پدرش است. پدر عزیز. بیا اینجا. این پدرش است. خواهن مادرش اون طرف است. میبینی؟ اون طرف مادرش است. اگه میار کس کار داره ما برش میبرم. نمره ما میتم کس کار داره فهمیدی ما برش میبرم. چی میکنه؟ گپ یاد میگیره؟ گپم یاد میگیره نمی جنس است. این گپ یاد نداره؟ این چه است بولی؟ این گپ میدنه باز. این یک 15 گپ میدنه. میار چیز که بوگی میدنه باز. ادر جواب گپ ادر جواب است. حضرت اجازه اسلامی؟ ها. نمره ما بگویم. نمره تا بگو. میار کس که کار داره فهمی نمره ما 080 62 42 40 080 62 42 40. امیار کس کار داره ما برش میارم. هر جا باشه. ما وطندارا که دیگه فامیلی اسمتون؟ ریحان. ریحان. این واتساپ مثلا شماره. خب صحیح. سین بازار کس کار داشته دیگه شوقی. بیا بخیر. هر جا کار دارم میبرم برش. میبری برش. چای میخورم. امروز باز دیگه دکان داری یا آمدی؟ نه ما سر دست هستم. سر دست هم روز. ما زیاد دارم. تو تیره. بخیر دیگه کارم کارته. کارم چگیری است خودم پارم دارم خب. دخانه پارم جور کردیم. دیدی. بیارم مرا. بیار میشه داره نه بیار دادنی. قابلی. اما تو فار میشه داره هر کس که شوقیش بود دیگه بیای بگیره. خلاص. باز کدام میشه تو تربیت کردی که گپ بزنه یا نه به خودم تو شوقی؟ میدونم دارم بگم. بگم پیش خود دیگه. دارم من نمیت زرد است. دا جوری 7000. جوری 700. جوری 7000. سینیم سری دیگه. سینی مداری. 7000 یا 700. جوری 7000. 7000. دیگه کلی افغانستان تم نیست. ارم جنس کدست ماس نه. کد کس نیست. دا کلی کا بروشیم نه. دا پیدا کدی متر جرم میتم. جرمانه میتم. جوری 7000. قیمت. د یوټیوب امیار کس کار داره په می د یوټیوب سرچ کنه قیمت شند د پاکستان 70000 8000 قیمت داره نمی سب کنه ما برش میتم په می دی جوری 7000 تای کو 7000 تای کو بخیر باشید. بخیر باشید. امر خدمته. بخیر باشید. زنده باشید. سلام علیکم. خوب هستید؟ سلام خوب بخیر. چه حال دارید؟ کار میکنین نمیجا؟ همیشه چکر میزنیم. چکر میزنین؟ خیلی دکان نیست؟ نه دکان از دو بچه هاست. اوجا پیش برو. اسم مبارک؟ اسم محمد ظریف. محمد ظریف کاکا. همه تر آمدین دیگه که این طرف یک هوار دیگه. یک کمی بیتاب بده من گفتم کمی چکر بزنیم. چرا خدا نکنه؟ یک کمی مریض هستیم. چی مریضی داریم؟ این پا درد میکنه، کمر درد میکنه، تمام وجودم درد میکنه. خدا نکنه خداوند صحت سلامتی نصیب شما کنه.
دیگه باز از دوستا حتما این دمو محلی که زندگی میکنیم خونه یزیرام همونجاست. دیگه زندگی میکنی؟ سایه چلستون. چلستون؟ امروز جمعه دیگه همه تو جمعه بازار گفته آمدین؟ یک چکر هم جاندار آرم میبینیم و نفر آرم میبینیم و طبیعت دمی خانه هم نمیشه؟ نه خانه دیگه همون سیاسه رو همون خانه ما شما نمیگیم مرد بر بیرون خدا فرموده. کماندان از باز؟ کماندان زنده است؟ شکر خدا را شکر. شکر دار بار شکر. خداوند عمر طولانی نصیبتان کنه. یار باشه. امر خدمت باشه. رفتیم خدا. این دوستای عزیز یگان گردشگرا و یام در این طرف ها میاین به خاطر مسائل چون کوچه قدیمی است. چرا گپ نمیزنی؟ والا ما زیر تاثیرات میرم. نمیره بیاد این طرف بیا. خوب هستی؟ 36,000 نفر جامعه در فامیلی عدد رقم جور سلامت باشی. آتا سال 36,000. والا قبیله بار که در دسات هم نمبره از اینجا در تجاری که آمدی فامیلی دیگه خواهست والا است. حالا میتونه نه هندی والا من مال تو آوردیم گم شده است پیش مال گرد گشتم میرم دی طرق چارج که فامیلی بریم پاس نبریم با نماز جمعه تلفنش گله چارج میگن داره صبحی که محمد فامیلی میگه فامیلی تلفنش گله گم شدن حالا گرد میپولم پیدا مجبور برم دیگه باز دیگه از دست که بیروبار است دیگه از که بیروبار است حالا بیروبار آدم سلام نمیشه میگم کامرامینم گم نشه نه او تو گم نمیشه نه او تاگلاس او تو باز فامیلی بیادر او تاگلاس فامیلی بیادر گمش کردم خب بابا زنگش دادیم دوباره تلویزیون که بیا چی کردی این طرف والا یعنی گنجشکا از یک رفیقم گرفتم فامیل آدم مریض بود دوباره مادن جورش کنم برش نام از پرنده نام از که از گلسر است گلسر این حالیا که است میخریم مثال 200 300 باز پس اون که جور شو پیش فامیل 500 1000 روپیه 2000 باز کار از می کارا میکنی دیگه دیگه خود دیگه غریبی در افغانستان نیست دیگه این کارت این کار کسب ما دیگه چی کنیم باز روزه جمعه میگی یک جمعه دیگه روز دیگه نمی دیگه ایت نمی نه باز میشه کار بار یک جمعه شکر است از اینجا میشه با روزه پنجشنبه قره‌باغ میریم فامیل بازار قره‌باغ میشه یک چیز غریبی خب همین روزای بازارا رن چی کده هم تو میری دیگه در سن کوهستان هم میریم دیوالی روز شنبه و باز روز شنبه اونجاست پنجشنبه قره‌باغ روز جمعه کافروشی است دیگه در کل بازارها خوب دیگه در کار است والا چی کنی دیگه که نباشی نمیشه همون که هم خرج خانه جیب خرچی جیب بمره میز یا والا در این وقت نمیشه ما بکس دراز نشه می پاچایستم در خانه چقدر داری والا در خانه دیگه یک 15 قفس است 15 قفس یک 7 تا سایر است یک 5 تا گلسر است اینی رو هم گرفتم 6 تا گلسر چقدر وقت است این کارو میکنی یک 13 سال میشه 13 سال است که دنی کوچه کافروشی آمده میری و همین کارو می یک جمعه دیگه وقت نمیدیم دیگه وقت کار بارم نیست کجاست کار بار فامیلی که بیایی اینا برکت بده اینا میاد فامیلی آدم کافروشی مندایی فامیلی با خود بستانم میخریم بسه وطنی را خورده 300 میخریم براش مجبور است چطور کنیم وقتی شاپ که میکنیم مجبور است که بخری براش دیگه بسته برای میتی بستاناتی خونه میخونه هم بستر که میخوره با میخونه آخه شوقی بیادر ما خودم ما بستان میخوریم نه خب باز اینا لته گپ است که ما شما ایره بندی کردیم باید هم قدرش کنیم دیگه هر چیزی که دلش مو اینا کاو مجبور است بزی بوتی تخم باید بوتی تخم وطنی این فارمینی وطنی که ما گونش روز به روز بسته کیلوی 700 است نه کیلوی 2700 است 2700 وطنی او هیچ که نمک دیگه جوره که نمک چی باشه که خراب بازم پسته خوب میشه وزین دیگه چطور کنی که بعد شاق میگی مجبور هستی که بکنی دیگه چه نگاه شکلی شوقشم کردی باید هم تو بندی را قدرش کنی که با دو دنیا فهمیدید اولش خمی بندی کردن از زمین خوب نیست همی آزاد باشه خداوند آزاد آفریده خب کل پرنده ها به خاطر نمی مگرم به خاطر که به غریبی نیست در شهر کابل مجبور مردم از می غریبی یک چهار به غریبی سرش میکنن یا بخیر باشی برو که اندیوالای پیدا کو که زنده باشی دیگه نه پیدا نشد میرم تو خانه میرم دیگه میرم نماز جمعه پیشم میرم بریم که ما را میریم بخیر نماز جمعه است خب وطندارای عزیز بیننده های نهایت گرامی تشکری خاص میکنم از اینکه تا این دم با ما بودین و این بود جمعه بازار و کوچه کافروشی کوچه قدیمی برای حمایت ما را سابسکرایب کرده چینل ما را سابسکرایب کرده شیر کنین و حمایت کنین دوستای عزیز وطندارای عزیز بعض وقت دل آدم میگیرن پشت بعضی کسا پشت بعضی چیزها پشت وطن به مو خاطر ما را میاییم یک برنامه ثبت کنیم و یک گوشگک کوچک همو دلتنگی تان بتانیم رفع کنیم دیگه شما را به خداوند یکتا میسپارم ایام به کام شما تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدار شما